این که میگن همه چیز با هماهنگی و نظر آقا تامین میشه. من یه سوال بپرسم آقای نوایی، اجازه بدید من یه چیز داره مطرح میشه آره که همه چیز با هماهنگی رهبر انقلاب داره جلو میره، اینو چجوری میشه بهش؟ من الان همینجا میگم ببینید یک چیزایی که در تو تنگ هرمز آقا فرمودن چیزای علنی و همین واضح هم هست. آقا فرمود مدیریت انحصاری ایران بر تنگ هرمز باید باقی بمونه. تو اصلا کل تنگه رو دارید رفته انحصاری، حتی عمان هم نباید دخالت بدی. اونایی که میگن با خطوط قرمز آقا داریم کار میکنیم گوش بدن، این خط قرمز آقاست، این تسلیه آقاست. ایران از شناورهای غیر نظامی عبوری باید عوارض دریافت کنه. شما اینجا آوردید مانع عبور هر گونه شناور نظامی و غیر نظامی مربوط به رژیم صهیونی باید بشیم. شما که اینجا عام آوردید که تجاری همه کشورها از جمله رژیم صهیونی هم شامل میشه. بعدی اینا صراحت فرمایش آقاست. عبور شناورهای غیر نظامی آمریکا مشروط به پرداخت غرامت باید باشه. شما اینا رو آوردید. پس این که میگید ما خطوط قرمز آقا رو رعایت کردیم، متن بیارید کجا رعایت کردیم. من 4 تا خط قرمز آقا رو گفتم در مورد تنگه هرمز.